شرکت هواپیمایی سامان ایر از دوباره برقرار شدن پروازها در خط سیرهای دوشنبه مسکو و دوشنبه خوجند خبر داد. این خط سیرها در پی یک بحث هوایی میان دوشنبه و مسکو از جانب روسیه محدود شده بودند. تیمور باندیشاو، سخنگوی شرکت سامان ایر، روز 1 می در صحبت با رادیو آزادی گفت پروازها در خط سیر دوشنبه مسکو در روزهای دوشنبه، چهارشنبه، جمعه و یکشنبه و در سمت خوجند مسکو روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه صورت میگیرد. مسئولان شرکت سامان ایر میگویند که سر از 3 می هواپیماهای این شرکت به روسیه پروازهای خود را دیگر باره آغاز خواهند کرد. همین طریق شرکت هواپیمایی سامان ایر پروازها را در سمت دوشنبه مسکو دوشنبه هفته 7 مرتبه و در سمت خوجند مسکو دوشنبه هفته 3 مرتبه عملی خواهد کرد. خط سیرهای شرکت سامان ایر به شهر مسکو در پی آن برقرار می شوند که وزارت نقلیات تاجیکستان از حل شدن بحث هوایی میان دو کشور خبر داده بود. شیرعلی گنجالیزاده، معاون وزیر نقلیات و رهبر هیئت تاجیکستان در این مذاکرات روز 28 اپریل به رادیو آزادی گفته بود همه مشکل حل شد. او گفت اما گنجالزاده از تفصیلات بیشتر از جمله درباره پرواز هواپیماهای شرکت روسی یمن از فرودگاه ژوکوفسکی ولایت مسکو به شهرهای دوشنبه خوجند خودداری کرد و گفت فعلا نمیتواند جزئیات سندی امضا شده را آشکار کند. وزارت نقلیات روسیه نیز روز 28 اپریل از خاتمه مذاکرات خبر داده و تنها گفته است که ماجرای هوایی دو کشور حل شدند. در همین حال اندری دوبروو، نماینده رسمی شرکت یمن، روز 28 اپریل به رادیو آزادی گفت که بر اساس سندی امضا شده شرکت آنها در هفته 3 باره بر دوشنبه و خوجند پرواز انجام خواهد داد و گفت قرار شد سامان ایر نیز پرواز را انجام دهد. با این حال دوبروو افزود هنوز شرکت آنها از پروتکل خاطر جمع نیست و اجرای این سند را انتظار میماند. کاغذ چیز دیگر است و اجرایش چیز دیگر. وقتی بلیط ها را فروختیم و پرواز انجام شد آن وقت گفتن ممکن است که دیگر مشکل باقی نمانده است. اگر مشکل پیش نیاید ما در 20 روز آینده پرواز را آغاز میکنیم، ولی جانب تاجیکستان میخواهد که ما نرخ بلیط ها و روزهای پرواز را موافقه کنیم. جدول پروازهای ما به خوجند و دوشنبه تصدیق شده است و اگر تغییرات پیش آید ما مجبور هستیم که پروازها به منطقه های دیگر از جمله اوش و بیشکک را دیگر کنیم. این به منفعت نیست. تاجیکستان و روسیه تقریبا نیم سال باز به سر اجازه پرواز هواپیماهای شرکت روسی یمن از فرودگاه ژوکوفسکی ولایت مسکو به شهرهای دوشنبه و خوجند بحث داشتند. طرف روسیه طلب داشت که هواپیماهای یمن در هفته 7 بار به پایتخت شمالی کشور پرواز انجام دهند، اما جانب تاجیکستان گفته بود باید شماره پروازهای هواپیماهای این شرکت در هفته 2 بار باشد. در پی زبان نیافتنها روسیه تقریبا 1 ماه پیش پرواز هواپیمای شرکت سامان ایر تاجیکستان را به منطقه آن کشور منع کرد. تاجیکستان هم قبلا هشدار داده بود جواب همسان روسیه را خواهد داد، اما در فرودگاه بین المللی دوشنبه به رادیو آزادی گفته بودند که فعلا در پرواز هواپیماهای شرکتی روسیه به دوشنبه تغییراتی رخ نداده و پروازها طبق جدول رسمی انجام می شوند.